کردیم لتعارفوا تا هم دیگر را بشناسید، یعنی به حکمت نیستین. خدا هم میتونست انسان را مثل عرضم به حضورتون مثل حیوان ها یک گونه آفرد، یعنی هیچ یک انسان با یک انسان دیگر هیچ فرقی نداشته باشد، نه در شکل و فرض بفرمایید نه در اندام، تقریبا شبیه هم باشند. درست، خب خدا که قادر بود، اما چنین نکرد. چرا؟ انسان که اشرف مخلوقات است، یکی از اسباب پیشرویش همین شناسایی همدیگری است. یعنی من اگر شما نشناسم، شما را نشناسید، یا همدیگر را نشناسیم، و زندگی معنا ندارد. اصلا مسابقه به وجود نمی بیاد، یعنی سبقت. وقتی من شما را میبینم که در یک فرض کنید زمینه موفق هستید، منم تلاش میکنم که موفق تر از شما باشم. خب بالا من دیگه روی این بحث خیلی زیاد صحبت نمیکنم. معلوم، یعنی شما را ما به قبیله ها و ملت های مختلف تقسیم کردیم تا همدیگر را بشناسید. خب بعد باز یک مطلبی مهمتر به مطلبی مهمتر اشاره میکنید، میگید که خب وقتی که شما رو به نژادها و ملت‌های مختلف تقسیم کردین، آیا این به معنای این است که اگر شما به یک ملت مخصوص مثلا تاجیک بودن اختصاص داری، یعنی مایه برتری توست از دیگران؟ این نژاد پرستا همین رو میگن دیگه، میگن مثلا ملت آریایی برتر است از دیگر ملت‌ها، یا همچنین اعتقادی دارن. خب اما از دیدگاه قرآن این نظریه، این سخن، این دیدگاهی خیلی بی‌پایه و پوچ و موهوم است. قرآن میگه که نه، منسوب نسبت داشتن به یک نژاد مایه هیچ برتری نیست، هیچ فضیلتی ندارد. ان اکرمکم عند الله چی؟ اتقاکم. بدانید که درست است که یکی فارسی، یکی تاجیکی، یکی عربی، یکی روسی، یکی ترکی هستی، اما این مایه برتری بین شما نیست. مایه برتری از دیدگاه اسلام، شاخصه اسلام برای ارزیابی این تقواست. بدانید که گرامی ترین شما نزد خداوند، یعنی هم برترین شما، تقوادارترین شماست، پرهیزگارترین شماست. حتی در حدیثی از پیامبر هم هست که میگن که لا فرق بین عربی و عجمی الا بالتقوا. بین یک عربی و یک عجمی تفاوت نیست مگر به وسیله تقوا. یعنی اگر ما یک نفر عرب داشته باشیم، یک نفر غیر عرب تقوایی بیشتر داشته باشد، این برتر است و گرامی‌تر است، فضیلتی بیشتر دارد. در تاریخ هم همین است. شما نگاه کنید از صدر اسلام نخستین مسلمان ها کی بودن؟ بلال حبشی، عرب که نبود، افریقایی بود، از حبشستان بود. سلمان فارسی، ما صحابه بهتر و برتر از سلمان داریم؟ ایرانی بودن، از اصفهان بودن. حتی جایی رسیدن در برتری که پیامبر گفتن سلمان و منا اهل بیت، سلمان از ماست، از اهل بیت است. پس خلاصه کنم، اسلام اولا خودش میگوید که داعیه جهانی دارد، انگیزه جهانی دارد، دین برای همه مردم است، راهنما برای همه مردمان جهان است، نوابسته از اینکه تاجیک است، ازبک است، ترک است، روس است، کاری نداریم. ثانیاً نه تنها اسلام فقط این شعار سر دادگی، بلکه تاریخ ثابت کرده است که اسلام با همین شعارها موفق شده است که ما انشاءالله در جلسه های بعدی بیشتر روی این مسئله بحث خواهیم کرد. خب و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و اهل بیته و صحبه. اللهم صل علی محمد